سلام، به اپیزودی خوش آمدید که قرار نیست حالتون رو خوب کنه. قرار واقعیت رو بگم، اونم از نوعی که ترجیح میدم نبینیمش. آب ساده است، ولی همین سادگی گاهی مثل یک مشت یخ زده میخوره وسط صورتت و میگه فکر کردی من شوخیم؟ این اپیزود یک روایت علمیه، ولی این نه از اون علمی های خوشگل و اینستاگرامی، از اون علمی هایی که تهش میفهمی مشکل از طبیعت نیست، مشکل از خود ما. بخش اول، جبر جغرافیایی. وقتی زمین برایت تصمیم میگیرد. جغرافیا فقط یک نقشه نیست، بلکه یک جور قلدر، یه جور که میگه من بزرگترم ولی تو کوچیکی. از لحظه تولد بدون اجازه بهت میجسبه. کوه ها میگن تو حق نداری راحت زندگی کنی. رودخانه ها میگن تمدن فقط جایی که من میگم. اقلیم میگه گرسنه میمونی یا سیر؟ من تصمیم میگیرم. تو دیجیاتو یک جمله معروف هست که میگه دنیا جای عجیبیه، تکنولوژی سریعتر از عقل رشد میکنه. این جمله رو اگه بذاری کنار جغرافیا میفهمی تکنولوژی هر چقدر هم زیر بزنه آخرش باید با زمین کنار بیاد. جبر جغرافیایی یعنی تو هر چقدر هم که بخوای نمیتونی از سایه خاکت فرار کنی. اگه کنار دریا به دنیا بیای تجارت تو خونه. اگه وسط کوهستان باشی جنگ برات مثل یک صبحانه است. اگه وسط دشت باشی کشاورزی تقدیرته.
این فقط یک محدودیت نیست. این یادآوریه که دنیا قبل از ما قوانین خودش رو داشته. ما فقط دیر رسیدیم و حالا میرسیم به آب، ماده‌ای که قربانی جغرافیاست، هم محصولش هم دلیل. ای مرد بی اساس، جشن تولد تو باز مجلس عزاست، بریدی از اساس، روز پشتت بیشتر شد، شونه هات افتاده تر، پیرامون تو ببین با دقت، میسوزن خشک‌تر، میسوزن خشک‌تر، میسوزن خشک‌تر. این که دستاتو روی سر میذارن، این که باهات هیچ کاری ندارن، این که تو بازیشون راحت نمیدن، این که سر به سرت میذارن. آسیایی رو میگن جبر جغرافیا، لنگ در هوایی صبحونت شده سیگار چای، که زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیا، که لنگ در هوایی صبحونت شده سیگار چای، که زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیایی، که لنگ در هوایی صبحونت شده سیگار چای. چرا آب را تصفیه می کنیم؟ بارون بارونه زمینان تر میشه، گل ساجونا کارا بهتر میشه، گل ساجونا تو شالی زاره برنج میکاره، میترسم به چاد طاقت نداره، طاقت نداره. آب در طبیعت تمیز نیست. نه چون طبیعت دشمن ماست، چون طبیعت کاری به کار ما نداره. ما هستیم که همیشه یه جوری کارشو خراب میکنیم. بارون میباره، خاک حل میشه، مواد معدنی وارد آب میشن،
میکروب ها رشد میکنن و ما هم که استاد اضافه کاری هستیم یه عالم آلودگی هم روش میریزیم. آب تمیز یک محصول نیست، یک فرایند و فرایندی که هزینه داره، انرژی، تکنولوژی و البته عقل. تو دیجیاتو یک جمله هست که میگه هر چیزی که بیش از حد ساده به نظر میرسه احتمالاً یک جای کارش میلنگه. آب هم دقیقاً همینه. پشتش بهاره زمستون میره زمستون میره زمستون میره بادوی 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 تو با بادوی بخش سوم، اسموز معکوس. اسموز معکوس یعنی طبیعت میگه که آب باید از رقیق به غلیظ بره، ما میگیم نه برعکسش کن. ما در این روش آب رو با فشار زیاد از یک قشای نیمه تراوا رد میکنیم. ناخالصی ها، نمک ها، فلزات سنگین همه پشت قشا میمونن و آب خالص رو عبور میده. اما این خلوص بهایی داره. اون آب اونقدر خالصه که آب خروجی رو ما مجبوریم به چیزای مواد معدنی اضافه کنیم. یعنی از اول همه چیز رو حذف میکنیم، بعد میگیم اوه زیادی تمیز شد. تو دیجیاتو یک جمله هست که میگه وقتی چیزی بیش از حد کامل باشد یا مسئولیه یا خطرناک. دقیقاً اسموز معکوس همینطوره.
بخش 4. تقطیر. تقطیر یعنی آب رو بجوشونی، بخار رو بگیری، سردش کنی و بگی این شد آب خالص. تبخیر، چگالش، حذف کامل ناخالصی ها و مصرف انرژی که هی آدم رو به فکر می اندازد. تقطیر شبیه اینه که به آب بگی یا بخار شو یا هیچ. گاهی انرژی که مصرف میشه اونقدر زیاده که باعث میشه آدم فکر کنه شاید مشکل از ماست نه آب. شور شیرین منو ماتانه کن نیفر هاده بیگانه من تو نبری از خویشم بیار من فراغ من نکنی در من نکنی بربادم الهی بربادم زلف و برباد مده تا ندهی برباد ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیاد شهره شیعه مشو تا نه
بخش پنجم، فیلتراسیون. فیلترها قهرمان‌های بی‌ادعای تصفیه آب هستند. فیلتر شن، الیافی، کربن فعال UF MF. کربن‌های فعال مثل آدم‌هایی هستند که همه دردها را به خودشان جذب می‌کنند، ولی هیچ کس از حال خودشان نمی‌پرسه.
و اوزون و یووی. یووی، نور بیرحم. اوزون، اکسیژن خشن. میکروب ها همه چیز رو تخریب می کنند. اوزون همه چیز را اکسید می کند. یووی مثل حقیقته، همه چیز رو نابود می کنه، ولی خودش هم اگه زیاد باشه خطرناکه.
بخش ششم، آینده آب. ای ساربان ای هاربان لیلای من کجا میبری با بردن لیلای من جان و دل مرا میبری ای ساربان کجا میروی لیلای من چرا میبری ای ساربان کجا میروی لیلای من چرا میبری در بستن پیمان ما تنها گواه ما شد خدا تا این جهان بر پا بود این عشق ما بماند به جا ای ساربان کجا می روی لیلای من چرا می بری ای ساربان کجا می روی لیلای من چرا می بری ما روش‌های زیادی داریم: اسموز معکوس، تقطیر، فیلتراسیون، یووی، اوزون، نانوفیلتراسیون، گرافن. سوال اصلی این نیست که کدوم روش بهتره. سوال اینه که اصلا چرا ما مجبور این همه روش داشته باشیم؟ شاید اگه با آب مثل یک دوست رفتار می‌کردیم، نه مثل یک منبع بی پایان، شاید لازم نبود این همه تکنولوژی اختراع کنیم. تو اکنون ز عشقم گریزانی غمم راز چشمم نمیخوانی از این غم چه حالم نمیدانی پس از تو نمونم برای خدا تو مرگ دلم را ببین و برو شو توفان سختی ز شاخه غم گل هستیم را بچین و برو که هستم من آن تک درختی که در پای توفان نشسته همه شاخه های وجودش ز خشم طبیعت شکسته کجا می روی لیلای من چرا می بری ای ساربان کجا می روی لیلای من چرا
چرا میبری بخش آخر، پایان. به آشیانه گشتم، خانه به خانه گشتم، به تو همیشه باغم شانه به شانه گشتم. عشق یگانه من از تو نشانه من، به تو نمک ندارد شعر و ترانه من. آب ساده است، ولی ساده بودنش دلیل نمیشه که بی اهمیت باشه. آب پایه زندگیه و شاید وقتش رسیده به جای اینکه تصفیهش کنیم رفتارهامون رو تصفیه کنیم. پایان. سرزمین من کی رگ تو را گشوده، سرزمین من کی به تو جفا نموده، سرزمین من خنده های تو رو بوده، سرزمین من. ماه و ستاره من، راه دوباره من، در همه جا نمیشه بی تو گذاره من. گنج تو را ربودند از بر اشرت خود، قلب تو را شکستند هر که به نوبت خود. سرزمین من مثل چشم انتظاری، سرزمین من مثل قلب داغداری، سرزمین من مثل دشت پرغباری، سرزمین من، سرزمین
خنده